به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام به بینندگان عزیز، علاقه‌مندان و دوستداران ورزش از هفته 25 رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال باشگاه‌های کشور از استادیوم بین‌المللی و مدرن امام رضا علیه السلام مشهد در خدمت شما هستیم، جایی که دیدار دو تیم خوش طلایی و خیبر خرم‌آباد دقایقی است که با سوت آقای حسین زیاری آغاز شده. اونچه که شما در تصویر می‌بینید از سمت راست به چپ شاگردان رضا مهاجری توپ خواهند زد و قرمز پوشان خوش طلایی از چپ به راست توپ خواهند زد. آقای رضا مهاجری این ترکیب رو برای این بازی انتخاب کرده و اونها رو به میدان مسابقه فرستاده. درون دروازه اونها مثل همیشه کوروش ملکی ایستاده، حسن مرادیفر، سینا خادمپور، علی عبدالله زاده، مهدی کیانی، حمیدرضا طاهرخانی، علیرضا دقاقله، مهرداد قنبری، فرید امیری، سجاد دانایی و امیرحسین عسکری هم 10 مرد دیگری هستند که برای خیبر خرم‌آباد در این مسابقه حساس به میدان خواهند رفت. باشگاه خیبر خرم‌آباد تماشاگر این بازی مهم هستند. سانت روی دروازه، میلاد فرهانی بلند میشه، نمیتونه توپو دفع کنه. اونجا فرصت هست برای بازیکنان خیبر. سجاد دانایی قبل از اینکه سجاد ضربش رو بزنه اعلام خطا شده بود و این طرف حالا میتونه حمله رو تدارک ببینن با مهرداد قنبری. فرصت خوبی داره، حتی میتونه شوت هم بزنه. سمت راست راه میندازه سجاد دانایی و کیانی، دوباره دانایی میتونه سانترش رو انجام بده. بلند روی دروازه، ضربه سر حمیدرضا طاهرخانی. در اونجا فرصت هست برای خیبر. مهدی کیانی ببینیم چه میکنه اونجا با تجربه خودش. توپ لو میره و حالا همچنان خطر رو نتونستن دفع کنن خیبر. فرصت هست برای طاهرخانی و خروج به موقع میلاد فراهانی. کنترل ناقص از سجاد دانایی. اونجا فرصت هست برای حسین فاضلی، یه نفر میخواد جا بذاره، تقریبا موفقم. بس حالا یک فرصت هست که شوت رو بزنن، بلوکه میکنه توپشو حسن مرادیفر. هنوز فرصت هست اینجا کنترل کنه سینا خادمپور. یه پاس تو اون برای طاهرخانی، فرصت داره طاهرخانی که چه اتفاقی اونجا افتاد. مهدی کیانی، مهرداد قنبری برای سجاد دانایی، میتونه ضربش رو بزنه. خیلی بی دقت به توپ ضربه زد خادمپور. دوباره قنبری، سجاد دانایی هم رفته. قنبری یک تو سر توپ و اونجا یک خطای محرز رو داور اعلام میکنه و آماده زدن این ضربه. چه ضربه‌ای و توی دروازه. عجب، گفتم حمید طاهرخانی بالاخره زهر خودشو میریزه. یک ضربه زیبا رو طاهرخانی وارد دروازه کرد. ببینیم با هم صحنه‌های استار از هنرنمایی این بازیکن ریزنقش خیبر خرم‌آباد. شادی و شور رو به نیمکت خیبر تقدیم میکنه حمیدرضا طاهرخانی. حمیدرضا محرمی احتمالاً باید به زمین مسابقه بره. اونجا طاهرخانی چه کار کرد؟ فرصت هست تک به تک حمیدرضا طاهرخانی. بزن حمید طاهرخانی، چه کار کردی حمیدرضا طاهرخانی؟ چه فرصتی رو از دست داد. باور نکردنی بود که یک بازیکن در این سطح هوشمند ارسال زمینی چه خوبم میندازه ارسالشو، اما ضربه کم دقت امین دادمه اعلام وقت تلف شده. سانتر رو انجام میدن روی دروازه. کوروش ملکی دفع ناقصی میکنه و توپ کورنر میره. لحظات حساسی است. سانترش رو بلند انجام میده. کوروش ملکی از دروازه بیرون میاد. اعلام خطا. بازیکن خوش طلایی برخورد میکنه با کوروش ملکی. ملکی ارسال میکنه و سوت پایان بازی با نتیجه 1-0 به سود خیبر خرم‌آباد، در حالی که اونها 20 دقیقه پایانی رو هم 10 نفره بازی رو دنبال میکردن. خیبر یک گام دیگه به لیگ برتر فوتبال باشگاهی کشور نزدیک شد و حالا صدرنشینی خودش رو با یک بازی کمتر همچنان جشن میگیره. بازیکنان افتادن کم کم دیگه روی زمین. فشار بازی بسیار بالا بود.